هر گونه زانو درد دارید با فشار دادن این نقاط برطرفش کنید. این نقاط رو بر اساس کشکک زانو باید پیدا کنیم. پس من کشکک رو مشخص میکنم. این نقاط تب سوزنی و فشاری است و باعث تحریک یک سری عصب‌ها میشه که در کاهش درد شما خیلی موثره. از گوشه کشکک پهنای 3 انگشت میایم بالا، میشه نقطه اول. از این گوشه کشکک پهنای 3 انگشت میایم بالا، میشه نقطه دوم. نقطه سوم ببینید این نوک کشکک شماست. دو طرف اینو اگه فشار بدیم حالت فور رفتگی ایجاد میشه. ببینید نرم. اصطلاحاً به این میگیم چشم‌های زانو. یه نقطه این و یه نقطه هم این و این شد 4 تا نقطه. حالا شما از نقطه چهارمی پهنای 4 انگشت بیایید پایین 1 سانت رو به بیرون پا. اینم از این نقطه. کافیه شما این نقاط رو با ابزار ماساژ مثل تاکسن تراپی و یا حتی با انگشت یک فشار متوسط رو به بالا اعمال کنید. دایره‌ای فشار بدید. فشارتون هم در حدی باشه که یک کوچولو دردناک باشه. هر نقطه رو 1 الی 2 دقیقه انجام بدین. حتی میتونید از یکی کمک بگیرید که همزمان چند تا نقطه رو با هم انجام بدید. این روش روزی 1 الی 2 بار انجام بشه. انجام دادین حتما تجربتون رو برامون کامنت کنید. سوالی هم داشتید بپرسید.